در 2 روز درگیری ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند و همچنین 10 منزل از هر دو طرف به کام آتش رفت. حالا خانواده هایی هستند که به معنای تامش به خانمان ماندند و جای زیست ندارند. ساکنان دهه خواجه اعلی که در این تیرپرانی ها ترک خانه ها کرده بودند به منزل های خود برگشتند. یکی از آنها میگوید با چشمان خودش دید که خانه‌اش نه از تیر و تفنگ سوخت، بلکه آن را قرقیزها که در دست سلاح‌های شکاری داشتند آتش زدند. نظام شمس‌الدینوف 65 ساله در این حادثه نه فقط منزلش را از دست داد، بلکه حاصل چندین ساله دهقانیش نیز به کام آتش رفت. ضرر رسید. ما ضرر رسیدیم قریب 5 تن 4 تن گندم با قریب 10 تن اضافه شولیم به من به اینها اساسی انا همین. دهه خواجه اعلی در جماعت چارکو روز 29 اپریل مکان اصلی درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بود. ساکنان میگویند روز مناقشه بیشتر از 5 حوله تخریب شدند. این همون جایی که اوز من دیدو ستون هیچ نموندگی انمو بوسرما خوشخونه بودم اونجا. انا همین او انا بینیتون انا سوخته برافت سرم اونجا. اشکم سیر کرده اکنون تمام کردیم خودنا بس میکنیم که دنگ میشه و ما میبرویم که اینجا دوید میشه علاب میشه ما همین علاب خاموش میکنیم. این خانه برای مهاجرت همین برای زندگیش برای خانه خودش رفته یعنی اینجا بوله همین خوشخانه پول همه درگیره ما کنده اینجا رو پرتفتیم آب زدیم اینجا همیشه کشتیم خاموش کردیم. در همین حال ساکنان دهه دیگری مرزی در جماعت چارکوه میگویند خسارات باشندگان سامانیان بیشتر از خواجه اعلی است. یگان چیز نمیخوانند همش خاکستر شده برات. ساکناش کجا و استخدام آدم همش مؤلف فردونده برات. تا زمان نشر این گزارش مقامات تاجیکستان درباره خسارات و ویرانی‌های مناقشه در مرز با قرقیزستان آمار نشر نکردند، ولی منابع گفتند به اطلاع پیشکی در 2 دهه جماعت چارکو حدود 20 خانه و انشاءات ویران شده است. این در حالی است که کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان میگوید 78 منزل قرقیزها سوخته یا آسیب دیده است. حکومت آن کشور گفته است این خانه ها را با پول دولت برقرار خواهد کرد. مقامات تاجیک هم گفتند که خانه های تخریب شده را در 1 ماه برقرار و منزل های آسیب دیده را تعمیر می کنند. ساکنان جماعت واروخ می گویند پس از 2 روز بی‌برقی پایگاه برق رسان فعال شد و در دهه های سامانیان و خواجه اعلی نیز این مشکل برطرف شد. با گذشت 4 روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات رسمی میگویند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است.